خوانندگان بالایوقت تاجیک پس از اشتراک و غالبیت در دومین المپیادای بین المللی فنی کاپرنیکوس از فنهای بیولوژی، فیزیک و استرونومی که در شتات‌های متحده آمریکا برگزار شد به جمهوری تاجیکستان برگشتند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه غالبان المپیادای بین المللی را نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، مسئولان وزارت معارف و علم و والدان پیشواز گرفتند. طبق اطلاع در المپیادای بین المللی در عموم 15 نفر خواننده از جمهوری تاجیکستان از جمله 9 نفر خواننده مکتب بین المللی پرزیدنتی در شهر دوشنبه و لیتسه برای خوانندگان بالایوقت شهر خوجند فعالانه اشتراک کرده در مجموع 15 مدال، 3 مدال نقره و 12 برنجی به دست آوردند. من سنجاده یوسف خواننده 35 مکتب بین المللی پرزیدنتی می باشم. در المپیاد فعالانه اشتراک نموده جای سوم را اشغال نمودم. المپیاد در ایالات متحده آمریکا برگزار گردید. ما مینداری خودم را به پیشوای ملت میرسونم. من ظهورزاده بنیامین خواننده 36 مکتب بین المللی پرزیدنتی می باشم. سزاوار جای سوم گشتم. المپیاد خیلی شوق‌آور بود و من میخوام که در آینده در چنین المپیاد اشتراک نمایم. در المپیادای بین المللی خوانندگان مکتب بین المللی پرزیدنتی در شهر دوشنبه از فن بیولوژی اشتراک کرده جایهای افتخاری را صاحب گشتند. اشتراک و به دست آوردن جایهای دوم و سوم برای خوانندگان تاجیک در بین 2000 اشتراکچی از دولت‌های پیشرفته دنیا از روی فن‌های طبیعت شناسی مویه افتخار و سربلندی است. من کادیرова آیشه خواننده صنف 7 مکتب بین المللی می باشم. در المپیاد بین المللی کاپرنیکوس سال 2022 اشتراک نموده سزاوار جای سوم گشتم و این المپیاد از فن بیولوژی است. در این المپیاد 25 دولت اشتراک نمودند. نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان تاکید داشتند که محض در زمان صاحب استقلالی در دایره سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای به علم آموزی فرا گرفتن نسل نورس تمام تدبیرهای سریوقتی اندیشیده شده است. یکی از این تدبیرهای مهم این بنیاد مکتب‌های معاصر به شمار می رود و برنامه‌های تعلیمیشان مطابق به استانداردهای جهانی به راه مانده شده‌اند. ما در پذیرایی غالبان المپیاد بین المللی که در ایالات متحده آمریکا دایر گردید اشتراک داشته و باید قید کرد که این المپیاد که در 2 دور گذرانده شد، دور اول 31 اکتبر به طور فاصله و دور دوم 6-9 ژانویه سال 2022 با اشتراک به واسطه نفرانی که برای اشتراک در دور نهایی راه خواهد گرفتند برگزار گردید. و باعث خرسندی و افتخار است که 15 نفر خوانندگان تاجیک در این المپیاد سزاوار جایهای افتخاری گردند. از جمله 9 نفر خوانندگان مکتب بین المللی پرزیدنتی توانستند که در این المپیاد شرکت نموده موفق گردند و 2 نفر سزاوار جای دوم و 7 نفر سزاوار جای سوم گردند از فن بیولوژی. اصلا این المپیاد است که از فنهای طبیعی ریاضی گذرانده می شود. 6 نفر خواننده لیتسه برای خوانندگان بالایوقت در شهر خوجند نیز در المپیادای بین المللی از فن فیزیک و استرونومی اشتراک نموده جام دستاوی را از فن فیزیک به دست آوردند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان جهتی باز هم بهتر به راه ماندن آموزش علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی اینچنین برای توسعه تفکر تکنیکی نسل نورس سالهای 2020-2040 را 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در علم و معارف اعلان کردند که این اقدام امروز در عرصه جهانی نتیجه خود را ثابت ساخت. از اول سال 2021 تا امروز خوانندگان بالایوقت جمهوری در 36 المپیادای بین المللی اشتراک کرده در مجموع صاحب 648 جای افتخاری گردیده 79 مدال طلا، 190 نقره و 379 مدال برنجی به دست آوردند. نوریدین قربان، اهل دین کریم، نورافشان حسین زاده برای برنامه اخبار.